بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. امروز می‌خواهیم در مورد یکی از شعائر بزرگ اسلامی صحبت کنیم که کمتر به آن توجه می شود اما جایگاه بسیار بلند دارد، یعنی تکبیرات تشریق. نخست باید بدانیم تکبیرات تشریق چیست. ذکر ویژه است که از صبح روز 9 ذوالحجه روز عرفه تا عصر روز 13 ذوالحجه پس از هر نماز فرض گفته می شود: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. این ذکر یعنی تسلیم شدن در برابر عظمت پروردگارت است که بعد از هر نماز فرض در این ایام آن را بلند بخوانند و برای زنان آهسته تر. دلیل و ریشه در قرآن است که الله متعال در قرآن می فرماید: و ذکرهم بایام الله، سوره ابراهیم آیت 5، و نیز لیذکر اسم الله فی ایام معلومات، سوره حج آیت 28. این ایام تشریق دانسته شده که در آن ذکر الله و تکبیر سنت است. عبدالله بن عمر روایت کرده از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در ایام تشریق پس از نمازها در بازار و خانه تکبیر می گفتند و مردم نیز با ایشان تکبیر می گفتند. اهمیت معنوی تکبیرات تشریق اینها هستند: تقویت ایمان و یاد مداوم از الله، نشان وحدت امت اسلامی، همراهی با حاجیان در موسم حج، تقویت روحیه شکرگزاری و بندگی. بیایید با هم عهد ببندیم در این چند روز این سنت زیبا را زنده کنیم. اگر برای اطفال یاد دهیم، نسل آینده ذاکر و مؤمن خواهیم داشت. چه پدر و چه مادر در تربیت فرزند مسئول هستند. یاد دهید تا فرزند ذاکر داشته باشید. پس بدان ای خواهرم، تکبیرات تشریق فقط کلمات نیست، اعلام وفاداری است و الله در زمانی که بندگان خاص در مکه، در عرفات و در منا و در طواف هستند. السلام علیکم و رحمت الله.